مادر سیفور؟ بگو. سیفور دیگه توان شده، جوان شده، باید بری زن بگیریم. حالا مردکه کو پیسه، کو تنگه، از چی زن بگیری؟ راست میگی. از فکر بگو چی؟ چی؟ خره بفروشیم، خره میفروشیم برای زن میگیریم. راست میگی، خوب است. خود دختر کی را میگیری؟ دختر ما یکی زدی وقت دیر چشم کنه میشه. کی است؟ دختر شاک کجا؟ چی؟ اما دختر شاک کجا بیدوزگر نمیگی؟ آقا چی شده؟ دی بالاست قرار باسد دیگه. ها من دختر شاک کوره نمیگیرم. من دختر شاک کوره نمیگیرم. چی رو نمیگیریم؟ چی بدی داره؟ یاد میاد در عروسی شاپیرای چی کارایی که با من نکرد؟ خب حتما خودت کنم کارایی کردی. من چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ حتما یک کاری کردی که یک کار میکنه اون در. تو را نمیشناسی. من کار ندارم، من از قلب خود باید برش بگم. تو دختر شاپکوره من نمیگیرم. نمیگیری؟ نه نمیگیرم. چی نمیگیری؟ حتما اون دختری کدام فامیلایتون که کلگیش کج و جامعه رو میگیری؟ دفعه دانه تا بشوی نام قوم مرا بگی. قومی تو کلش کج و رقمی. قوم تو خیلی فروش است، قوم کفتر بازا. کج و جامعه رو هم یکی بودانی فروش، یکی نخود فروش، یکی قمارباز و چرسی و بنگیر قمارباز قوم تو از یاد میاد دخانه کلشان جمع. خدا جزای تداد دیدی؟ این تو که دروغ میگی، این تو جزا میگونی. دروغ میگی، تو رو چی غرض؟ قوم تو یاد میاد کلا جمع میکنه دخانه قماربازیش رو میکنه. خدا که شکر که من تو رو گرفتیم. خدایی که تو شکر که من تو رو گرفتیم. تو رو پوپنک زده بود هیچ کس نمیگرفت. تو را کی میگرفت؟ حدیثه که قوم قمارباز بودی کسی نه زن براتون نمیداد. همین من بودم که تو را گرفتم. پدری تو آمد گفت بیا دختر منو بگی. تو دخترش تعریف نکنه که یاد میاد من به دریا پشت آب میرفتم، از پشت میامدی سنگ زده. برو هر روز خونه ما دوانه یک چیز میاره. نمک داری خاله جان؟ پیاز داریم؟ کچالو داریم؟ دوانش میامدیم در خونه ما میامدیم. سر خر لنگت که سوار شده بودی میامدی از پشت میامدی. یادت رفته؟ حال خانواده من مقصر شد. تو خر نکو. خری چی کاری چی؟ برو. حالا که وقتی که مقصر میشی خر چی خب مقصر میشی خب قبول کن دیگه. تو هم دیگه نمیتونستی یاد خودت میادی نه اول کاملا بود خونه مادر تو نمیتونست غذا درست کنم. من نمیتونستم، من بلد نبودم غذا پختنم. نه که کسام خورد میشه، من جندی میشم میگیرم اینجا میخورم میتر. خوارتا من یاد آدم تیک پختنم. نمید بلد نبود من یادش دادم. حالا من بلد نبودم. نه بلد نبود. در روز میامدی دیگه که میرفتی در خانه مادر مرا کچولو رو چی رقم پخته کنی؟ در کچولو تو نمیتونید پخته کنی. کچولو رو شرطولو میگفتی تو. چی؟ کچولو؟ صبح باشه همون قصه قهر کنه.